ریکورد بود اینجا رو ماشینیه. منم تو آمدید خانه ما. سلام علیکم وطنداران. او بیا برو میدی که بیا من مردم. آی مردم. جدی؟ آی مردم. کری بده. درخواست کری فرستاده شد. خب اکسپت کن دیگه. یه بار یه بزن. نه اکسپت نمیکنه. یه بار کری بده. میگه در حال حاضر یه کری دارید. برو بعد بگو یه مدیک منو بلند. آقای مدیک بیا آی کمکم. بیا این مرده اینجا. کی سمت چپ اینا. ساکت. آقا یه نفر داداش من خودم هیل میخوام. آقا من هیل میخوام. بیا اینا اینجا نه مدیک دوست دارم منو بزنه. وطندار شما در اینجا چقدر پول میگیری وطن دوست؟ درآمد خوبه. ریدم تو هرچی مدیک. الحمدلله رب العالمین. اینجا چرا اون برادر زد سر اونی کی؟ پس چرا نمیزنه؟ شما پول کافی نداره. او سلطان تو پولدار میرسی. به ما یه پول درمان میدی من تاکسی زحمت کشم. بیا آی بسم الله. بابا بنازمت داداشم خوشتیپ خوشگل باش چه کتی چه داشت تو هم مدیکی؟ این از وایس من بیشتباهی بهش دادم خودم برم داداش دمت گرم انشالله بچه های چارپا باشه. بنازمت تاکسی حال من خوب است. بیا برویم. تاکسی من برادر. هیل شدم داشت. سلام علیکم. گم لورن کپ ماشین منو کی برد؟ ماشین منو کی برد؟ او اف بی آی رو یا ابوالفضل گفت خوردم. من تسلیمم آقا. من اعتراف میکنم. من خودم اعتراف میکنم به همه چی اعتراف. اوه قرار کنه داشت. داشمانی بذار اینا دور شن با یه حرکت دو تا ماشیناشون رو میبریم. وایسا بذار برن تو. سوات دارن حاجی. سوات داره خارکوس. انا می چیت داشته باشم بخدا این میگه. داشمانی بابا چیت انا میخوای بزنیشون بیافتی سی اس. وایسا پشت سوسکی برم داش ماشینشون رو بدزدم. وایسا این سوار کدوم شد؟ این وریه ماشین بهتره تسلاه. زرنگن حاجی با این نیستم پیشه داشت میشه حاجی اسه تموم. ببین سواتا رو بگی میخوام یه حرکت مانی بزنم. بیا این پشت ماشیناشونو ببریم. نه ببین حواست به سواتا. ببین منو ببین. من این یارو آجری ام. راه نمیره ماشین. ای سگ روحت بابا. گوسفند میگم یه ماشیناشونو بدزدی. زیرشون بریم. آقا بریم عملیات‌های شوفهانی. دوش از رضا. بله جان. دوش از اینجا سری. چش. حاجی میفهمه داش. کجا برات؟ چرا؟ نرو داخل. میخوام برم هیل بزنم. هیل ندارم. نه یه داخل. اوه مردم. زدم کمک اف بی آی هوشه اف بی آی. داش چه خبرن اونجا؟ حاجی بیا اوه دو تا ماشین ولی پشت صندوق عقب داره یه گوی میخوره. داش داره گانا رو میکشه بیان سراغم. الان توی یا بیرونی؟ بیرونم. انداخت دنبالم. مدیک مردم داداش.
کمکم کن. اینا چرا کیف گرفتن دستشون؟ من بلند میشم داشت یه ماشینشون رو میدوزدم. داشت انداخت دنبالم برو. ای فرار. آره. تاکسیه. اینا اومدن با مدیک دارن یه چیزای معامله میکنن. داداش چقدر طول میکشه؟ من دور شو میگم پروفیل. داداش من میخوام با این اف بی آی همکاری کنم، میشه؟ پلیس رو گم کردم بابا. آقا من چیم؟ الان میرم ازش میپرسم. یه ماشین من گیر بیارم. داشت اگه تاکسی بودم ماشین میرم برمشم. تمام. بکنم اون آجی خیلی زیادن، سوات دارن، نمیشه ماشینشون رو دست زد. با یه ماشین بیای الان بزنی همشون برن هوا. ماشین رو میشناسن. ماشین اینه. بابا داداش منو چرا ول کردی اونجا رفتی؟ منو زد بیا بریم ماشین تاکسی از اون شوندا بکشیم. داداش منو زد کشتی، نه دیو 2 ساعت اونجا انداختی. برو آقا میشه دور شه اینجا. من آره ممنون شم. نگفتم ماشینشون رو میدوزن. دیدی؟ عجب سرعتی داره ماشینش. خدافظ. ماشین بیای دزدیدم. بنازم. وایسا منم. بیا بکنم بیفته دنبالمون. بنازم برو. ماشین اف بی آی. یا سرعت. چوزه گازت رفت. داشت ماشین اف بی هم بلند گرفت. داش بریم به همه زور بگیم بگیم ما اف بی آی هست. اف بی آی. اوه آجی چه دمیجی داره. یا خدایم دادنه داداش. داشت بریم ماشین سیوش کنیم. پروفیل نام اف بی آی بزن بغل. اف بی آی بزن بغل. آجیرم ان روشن کن. برادر بزن بغل. این آجیر شیره خره چجوری روشن آلت میشه؟ بزن آلت. نمیشه. وایسا یه دقیقه صبر کن. میشه من. برادر این چقدر رانندگی هست. آقا این ماشین شما چه قفله. واکن درش. به نام اف بی آی در واکن. به نام اف بی آی در واکن. یک. به نام اف بی آی در واکن. دو. لطفا در ماشین خود رو باز کنید و ماشین فاصله بگیرید. واکن در سری. یک دو سه. در ماشینتون رو باز کنید. میخواد همکار بررسی کنن. در ماشین واکن. سه. دشمن یعنی گام میکشه هر دومون رو میزنه. رفیقش اومد. ای برا کن. بشین بری. برو. هرون چی گفت حرومزاده. واسه رکوردشو بگیرن سی اس بخواد بنازه. برادر صدای شما شما چی گفتی؟ گفتم حرومزاده چرا بی دلیل میزنی؟ داداش شما همکار ایشون مگه نبودی؟ نه من تازه اومدم. داداش خود خوش میدی داداش. تو الان بیناموس باش خوش بده برو. چیر تو پست خواهرت. نه این دومیه. وای آجیب نره بذار نامه باز کنه میندازی به سی اس. میتونی الان رکوردش هم من دارم بندازی. نه ولش کن گناه داشت. منم سی اس میکنم. یعنی سی اس منو میزنه سی خودش هم میکنه. من فوش ندادم. دام فوش شدی نه؟ نه داش تو والد به این میگه حال میده داشت. سینه از اینجا برو زیش می. آمد برو. وای اوه میخواد تو دنبالمون آجی. برو. واسه نه ولی یه ماشینشون رو آماده کردن بیفته دنبال ما. نیدو انجی دوتا تیر ول میدی اونجا. برو دیگه تریب نمیذارم. برو. بریم زره به اسم اف بی آی اذیت کنیم اینا. داش یه بار دیگه من ماشین می‌بینم. به نام اف اف در واکن. یک. آژیر نداره این حالت رو نمیتونی بزنی کار کنه. چی برو بزن بات.
اینه که کیو اون آل. میزنه کیو که اینو میزنه شیف کپسلاک آلت کنه کار میکنه. آلت هم کار نمیکنه که برو بس برو. روشن میشه این. داشت برو یکی بریم ماشین رو بگیریم واسه خودمون. ماشینش وی ای پی بوده فراری افکت بود. برو. من میگفتم وایسته. چرا فراری بگیریم میگم بزن بغل. بذار جونه داداش یه دونه عکس بگیرم که ماشین اف بی آی دزدیدیم بذارم تامنیل. وایسته الان بگیر. اینجوری بگیرم. بیا بشین. جای پارسا خالی. داره عجیب. آها F5 کار میکنه دست بند بزنیم. ماشین نیست اینو دوزا بزنیم بهشون. رکوردم هم ناش کار نمیکنه. اینو دست بند بزنیم. صدا آشیر داره میاد. ماشین باید کجا؟ اون بر داش یه کارو بگیر ببینیم. مانی پیاده شو بدزدش. ببین الان ببین چیکار میکنه. افله. به فنداران گل. سلام علیکم. برو. این پلیران نمیدونم. نیو پلیر این بدبخت ها. بابا چرا پیاده میشی؟ برش بلند کنم میگم دهنش پاییده بشه. بیا بذار اینجا بذار اینجا بریم. بذار اینجا. ولی ماشین اف بی آی چقدر خوشگله. توش هم قشنگه. کیش خوشگله. تسلا قشنگه؟ آره چرا نیست. تسلا ماشینه فقط صدا نداره. داش اف یک چیز اول شخص کن ببین مانیتورا رو جان. اینم خب اینو بزن بغل. بریم عوارضی داداش بریم عوارضی. یه دقیقه وایسا اف بی آی بزن. شران درست شد. خب آقا برو طرف یکی بزنه. آجی چه 377 تا میره. این مازراتی 300 تا میره. آجی باید لباسامون رو سیاه میپوشیدیم. لباس لباس بخریم. لباس پوشی. زیر برو اتوبان بندازمش اینا. تا 300 تا یا اول فصل داداش هواپیمای مگه 400 تا. آجی تا حالا ماشین رونده اینقدر بره 405 او داره میره 500 تا. اوه چه صورتی میره این 500.
بریم برگردیم مکانیکی. لک شد. بریم مکانیکی بگیم داشت این ماشین ارگان لطفا ریپیرش کن. داشت ولی بچه اوبلن خیلی شوتن. نوچی نمیتونم. نوچی هم میخورم. من که استاسا نوچی. آج یکی رو ببینیم من بزنم FBI بزنم بخیر. وایسی رو بگم. اون یارو نرفت ریپورت داده جیل خودش هم ریپورت نداد ریپورت جیل فراشی ناموسی هست نوکیویز بیشتر دیاره؟ نه یکیه؟ یکیه 120 تا یادم 120 یادم ولی 120 تاش خیلی راحت بود قبلا آره الان میگه شده مثل چیز یعنی اینه اون سانسته؟ نرفتم چون پارسا میگه هیچی دیگه سانست 100 بزنم بگیرم نرمال باش بسره لطفاً برو جلوتر یه ماشین پیدا کن بیار میدم مکانیکی ماشین پره باش 3 دقیقه پیاده شو من این بزنم حرکت همیشگی بزن آی به نازمت سلطان دستت در نکنه ریوای من کمک بده برو از پشت بزنه یا حسین یا ابوالفضل پیشت باشه مانی خب بشین یه فرمون بگیر چلا باش فرمونه نمیگیره اوی امو داره میزنه ماشین خودشم آها حاجی دستت درا دستت در نکنه همونی بود که ماشینش رو دوزیدیم بدبخت شد برو ریپیر بزنی باتریاشو پشت ماشین مکانیک نیست لود نیست آن لود شد من وای بزنم آقا مکانیک نداریم؟ برو بگو مکانیکی بیاد پایین سلام علیکم آقا ماشین FBI سریع ریپیر چیز چه بخوایم بریم کار داریم کدوم ماموریت داریم آقا مکانیکی ماشین FBI سوار شما من سوار میشم باشی روز ماشینش VIP برو خدمات به ما نمیدی؟ پوفیوز شوتی یارو داره میدو هنوز برم ماشین در بیار بابا مکانیک نیست ریپیر کنم چیکار کنم دیگه ریپیرت نمیزنه دیگه ماشین رو بلند کردم سگ افتاد دنبالم اون مکانیک نیستش که کجا رفتی تو؟ من رفتم قایم شدم اومدی بیرون الان رفت آره اومدم بیرون بیرونم میگم بیرونم هم دم مکانیکی هم ماشینه رو بزن در دیوار داغونش کن آیستا بینم 2 میلیون قیمتشه بچه پیلار کونی او میخواد سپرا میشینی دارو هاجی سپرا 2 میلیون قیمتشه سایت اولن باش من مکانیکی رو میبرم هیچ کی حق ورود نداره سوار این شد یارو دنبالمه
مکانیک نیست عزیز، مکانیک نیست، نه لطفا نه تو. مکانیک دنبال منه. بزن بغل. اداره FBI لطفا دور شید. آجی شوتیه انداخته دنبالم، مکانیک رانندشه. یه ماشین بده. داداش در حال مأموریت هستیم عزیز، مکانیکا نیستن اینجا، میتونی پیاده شی ببینی. برای که مثلا FBI هستیم. بزن بغل نمیده. این بالا کیان اینا؟ برات گانو ما بکشیم بکنم. حاجی وایسا من مکانیک اینا کجا بابا رفتن مکانیک میگه بالا؟ دنبال منه. عجب خریه نمیفهمه. بعد گمم کنه. منم نمیکنه. خواه گمم که فکر کنم. بدرون. منم بدروندم مرسی. برات دوباره میام جلو در مکانیک. ماشین آقا شما مکانیکی داداش میزنه به تو. اینو سریع جان بله بی زحمت رو سریع ریپر بزن، چیز برات داریم بودو. مأموریت داریم. بله چشم. بودو برات بودو. الان دارم میام. ببخشید ما مکانیکمون سلامت باز باشید، شده. سلامت باشید. آره خسته نباشی. مرسی میگم به شما ترفیع بدن حتما. مرسی ممنونم عشقم. حالا با اسم لباس ما تاکسی می‌خواید؟ میگه آی پی ام. جان اسم ما میتونیم بکنیم. شما بعد چیزتون به من نشون بده. چپ داره میکنه. چیف مکانیک هستید. به به بسیار عالی. چشم من حتما گزارش کنم. دست شما درد کنه. ممنون از با همکاریتون. لباس تاکسی. آقا بیا بیرون. لک بدم به ماشین تو لباس تاکسی. حاجی همه فکر میکنم واقعا اف مأموریتیم داداش. بابا بیا بیرون بیناموس. چی شده داداش؟ کی اذیت؟ بابا بیا بیرون میگه چی شده؟ صد ناموس. کی شده؟ کی شاخ شده داداش؟ زد بهم بابا چپ کردم بابا. کجای منو بیرونم مگه این آبیه تو الان نیستی؟ اومدم. نه آبی من نیستم، رولز رویزم. ببین یه شوتی دنبالم. دارم این شوتی حواست باشه. کجای نمیدونم. آها بیا بزن به شوتی، بزن به شوتی. الان شوتی ها رو سرویس بیا بزن. بابا بنازم خدا. برات ماشینشو میندازم تو آبی آب. فقط سفت ماشینش. ببین میندازم ماشین برات گوش میدم. بیا ساحل. همون جایی که پلش هست ماشین میندازم تو. آره اونجا میندازم ماشین تو آب، سوار میشیم میریم. باشه. یارو کونش بگیره. بعد میندازه دنبال اون. میگه اف ای این انتظارش. بس رو پل اون یارو ساحل میبینمت. اینجا. پشتم داشت. آره 450 نمیاد مرد. اون داشت. بابا بنازم داشت. دزدان محلی باشه. او 450 داره میاد رفت. من میگیرمش. حاجی من میزنم میزن بهش، من شوت میشم. من نمیدونم اینا چی کار میکنن ماشینشون قوی دمیج میده. زیرش کردم. او منم زدم بهش مادرش در اومد. مرد بابا مرد. بذار برگردیم یه دوتا بوق بزنیم. بیا مثلا من دنبالتم. بزن بغل. یه هنوز کم. اوه بنزین رو اومد دنبالت. برو الان این شوتی هم نگاه میدی. خب ببین چپ. بزن بغل 2 3 بار. آجی من دارم مینویسم. آجی داره بنزین تمام میشه. آجی چجوری رم میده اینجوری؟ بستم فیوریس. برو برو تو که میرسی من بنزین ندارم. آقا نمیره. بزن دارم آری کردی. رانندگی خودم فقط داشت. بزن دارم رفتم. بناز دود کرد ماشین. بیا ما میتونیم، ما میتوانیم. بیا یه خیلی نزن دارم. یا ابوالفضل وایس یواش. بیا
ها خیلی عالی سن واه ماشین دیگه نمیره برو بزن دارم خودش آه، یارو داره داره بره میزنه بذاره حالا. تو چرا ماشین من راه نمیره؟ باش برو آها خاموشه برو وایسا برو وایسا باشه تسلیم شو یه نازه خودت نشستی تحویل قانونت میدم بفهمی یه بار دیگه به چیز میدم وایسی سر جا خداحافظ دیگه وای با آجی فکر کرد واقعا پلیسی الان میگه همکاری کردم با اف بی آی خبر نداره که چی ماشین اف بی آی دست ما آقا بریم دوباره هم پلن قبلی اف بی بزن بغل اونم کمه بریم یه هیل بزنیم هیل بزنیم ببینیم بیمار داش ما ماشین اف بی آی الو این نزدیک میدی که اینجا بود اینا هستن هنوز رفتن دیگه اوه ببین سوات رو زیر میگیری من سوار بشم سوات از زیر بگیر بستن اینجا رو نمیبینی حفاظ کشیدن او اف بی اومد تیر بزن نمیشه برو داره میاد دنبالم برو داره میاد دنبالم؟ آره بیا دنبال منه بیا دنبال تو داره میاد؟ آره بابا جان ماده برگرد دوباره مدیک برگشت بیا دوباره جلوش نچه داره رادیکال میده برو دوباره جلو مدیش هیچ نیستم ای یا حسین دوباره برگشت گان دارن آجی میتونستم بزنه سریع تمام آن دارم میزنم پاره هم میگم برو بریم یه چه دیگه هیل بزنیم بریم ساحلی هستن سلام علیکم دایی چیف مکانیک میگه داداش منو لول اپ کن لول تاکسی به لو رنگ لول تاکسر می من لول اپ بزن بغل داش الان میزنم تایرشو بگیرم سلام مگه نمیگم بزن بغل کجا داره میره؟ برای چی فرار میکنی؟ چی داری همراهت؟ برای چی فرار میکنی داداش؟ برو فقط برستک فوکس قانونت آجی شما نمیدم ریدیم تو شهر برو مدی کیل بزن ریدن قانونه داش الان بهت میگم توالت اینجا الان میام تو مدیش وایسا با همین ماشین تو فقط ببین ببین بزن بقیه ببین بده بگو بزن بقیه خسته نباشی یه ماشینش بیسیه بگو بزن داداش شما تازه اومدی شهر؟ بله آها بله به سلامتی عضو ارگانی جایی هستی؟ نه گنگ اینا نداری؟ نه بله میتونید برید بابا بگو ماشین اینو بلند کنم بگو بزن بقیه بابا این ماشینش ترکیده حاجی بیا من پلیس هستم حاجی ایران تیپ داشت عکس داوود فوردن بزن حاجی منو بگیرن بارم میکنم ببین اینا بعد مدیک میان تاکسی میگن این کیه اومده خب ببین الان بیا توالت بگو یه دونه اف بی آی بیرون چیز وایساده داره به همه ایست میده ازشون پول میگیره بگو ماشین اف بی آی داره از همه پول میگه منم پول گرفت بابا پوفیوز باز نمیشه اینجا بابا پیاده شو برو بگو این ماشینه دو افتاده اف بی آی اینجا از همون پول میگیره سلام علیکم آقای میدیک اف بی آی بیرونه آقای میدیش آقای اف بی آی ماشینتون بیرونه بگو از همه داره پول میگیره داره همه پول میگیره وطندار بگیرش آقای اف بی آی برادر نمیبینی ماشین اون بره بخود نگه
بابا مثل آدم بهشون مگه؟ بگو دیگه. بگو این FBI بیرون داره از همه پول میگیره، از همه ماشینا. ریدم تو دهنت مانی. داداش به جای اینکه اینقدر عکس بگیری بیا اون ماشین رو جمع کن، داره اف از همه پول میگیره رفیق. داداش برو بگیرش دیگه، داره همه تیغم زد. برو مرد حسابی. بگو چجور FBI از همه پول میگیره. آقا چیکار مون شما اینجا؟ داداش دست بی عکس نگیره اینقدر. اوه ادمین خبر کرد. ادمین خبر بود. 150 نانافیت جان؟ میخوام. برو ادمین خبر. برو گاز بده. چرا؟ ماشین ما رو دزدیده، یکم گفت تیغ هم زد، اینم گفت تیغ زد. من کی تیر زدم؟ آقا دست شما در نکنه آقا ادمین. من انداخت سیس. خوبی آقا، سلامتی؟ نوکرم. دارم نهار میخورم. بچه‌ها سرور اوولن یه باگ داره، خب CSش. بعد من واسهتون اتوکلیکر میفرستم، فایلش و لینکش رو میذارم اینجا. برنامه اتوکلیکر رو نصب میکنید دیگه. همتون میدونید اتوکلیکر چیه دیگه چیه، از کجا اتوکلیکر دانلود کنم اینا هم نداره. خواستید بیاید عضو دیسکوردمون بشید، من لینک اتوکلیکر هم بهتون میدم. اوکی، عرضم به خدمتتون که میزنید این فایل رو میندازید تو اتوکلیکر دیگه، CSاتون رو خودش انجام میده. ویدیوش هم نمونه چیزش هم واسهتون میذارم که ببینید چجوری CS میزنه. نوکرم، خداحافظ. تون قشنگ یاد بدم، بعضیا واسهشون چیز بشه شاید بلد نباشن. نگاه بچه اتوکلیکر، نگاه برنامه‌اش اینه. اتوموسن کیبورد رو باز میکنید، خب بعد میاد اینجا اوپن رو میزنید. این فایلی که بهتون دادم مامان آراد و نمیدونم چی اینو میندازید تو این. وقتی که شما مثلا رفتی تو 5M یا همون توی CS هستید، میتونید دستور شیفت و F1 رو با هم بزنید، میتونید انجام پلی رو بزنید. بعد اینو که بزنید نگاه کنید اینجا دیگه خودش داره نگاه تو ای میزنه. بعد با فقط کافی موستون رو شما تکون بدید، برید رو اون جهتا خودش انجام میده. کارتون هم تمام شد، نمیخواستید دیگه بزنید، شیفت و F2 رو نگه میدارید مثل الان که کار نمیکنه. داداش باشه بی ناموس. آها آره، شیفت و F2 رو میزنید دیگه استاپ میشه، دیگه کار نمیکنه. این هم از این. کلیکر زدیم، شیفت و F1. جون داداش برنامه واسمون داره چی میزنه؟ داره CS میزنه. نگاه کن سرعت رو ببین، فقط زارت میبینی؟ ایش میکنه آدم، ببین خودش اصلا داره میزنه، راه میره و اینا رو خودش حل میکنه. فقط تنها زحمتی که باید بکشی اینه که موس رو بچرخونی این ور اون ور. نگاه من قشنگ نشستم ریلکس دارم چای میخورم، صبحونه نابی. منو میندازید CS فکر میکنید خبریه؟ داشت ما تو کلیکر داریم. نگاه 3 سوت راحت. فشار بخورید. برای خریدن اتوکلیکر دوستان عزیز فقط به بیدانتر پیام بدید. جون داداش فیس افغانی رو نگاه خیلی قشنگ. فقط موس رو تکون میدی. بعد خودش میره، خودش هم میزنه. سرعت رو تو فقط ببین. راحت ایزی. ما هم اینجا داشت نگاه چایی بخورم. نگاه آخ داغه چاییم داغه. آخش آدم اصلا عشق وضعیتی. برم این اینستاگراممو نگاه کنم یکم.